فتنه زنان، اگر خداوند مردی را با زنان امتحان کند و در فتنه زنان مبتلا کند، غالبا آن مرد ناکام می شود. خیلی کم نفرانی هستند که در فتنه زنان صبر کرده خود را نگه داشته باشند. فتنه زنان خیلی خطرناک است. فتنه یعنی آزمایش و امتحان است. یکی از تابعین بزرگ سعید ابن مسیب رحمه الله که از کبار علمای مدینه به شمار می رود می فرماید شیطان هرگز از فرزند آدم ناامید نمی شود مگر اینکه از طریق زنان به او نزدیک می شود. یعنی شیطان اگر از هر طریق نزدیک شدن به انسان ناامید شود، هر در برایش بسته شود و نتواند به انسان نزدیک شود، هرگز از طریق زنان ناامید نمی شود. یعنی می تواند با زنان مردها را به دام خود افشاند و به این طریق نزدیک شدن هرگز ناامید نمی شود. پناه به خداوند از فتنه زنان.